اگر ای انسان اگر آرد 200 سامان شود، قسم به خدا من پروا ندارم زمانی که الله خودش رزاق اعلان کردگی است. من رزق رسان هستم گفتن. الله خودش رزاق اعلان کرده است، 500 سوم که شود پروا ندارم، الله میرساند. آتر خدا غیرت بگیرد. امین مثل رابعه عدویه نمیشوی. رابعه عدویه را گوش کنید قصه‌ش. زنک بود، زن میگوید که اگر تمام زمین آهن گردد، آهن دیگر یگان جای کشت و کار نماند، کل زمین آهن گردد، آسمان از باریدن منع شود، تمام مردم روی دنیا اگر عیال من فرزندای من باشد، رابعه عدویه میگم قسم به خدا پروای نان یافتن ایشان ندارم زمانی که خدا خودش رزاق اعلان کردگی هست.